ثنا و حمد بی پایان خدا را که صنعش در وجود آورد ما را. دوستان عزیز، بیایید چند لحظه در این ایام مبارک از قصه زکریا علیه السلام عبرت بیاموزیم. پیامبر خدا زکریا علیه السلام شوهر خاله مریم و پرستار او بودند. مریم در حجره‌ای که در پهلوی مسجد بیت المقدس قرار داشت مشغول عبادت و نیایش با خدا بود و زکریا علیه السلام پیوسته او را خبر می گرفتند و برایش غذا می آوردند. بارها چنین شد که زکریا هر بار که به حجره مریم می در آمدند نزد او میوه های تر و تازه می دیدند. تعجب زکریا از آن بیشتر می گشت که موسم آن میوه ها نبود. در زمستان نزدش میوه های تابستانه و در تابستان باشد میوه های تیر ماهی را می دیدند. بیایید این قصه را از زبان قرآن شنویم. خداوند در سوره آل عمران چنین نقل کرده می فرماید: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. آنگاه که پروردگارش مریم را به طرز نیکویی پذیرفت و به طرز شایسته او را پرورش داد و کفالت او را به پیامبرش زکریا سپارید. هرگاه زکریا وارد حجره او می شد نزد او غذایی می یافت. زکریا می گفت: ای مریم، این همه میوه ها از کجا برای تو می رسد؟ مریم می گفت: این روزی برایم از جانب خداست. خداوند به هر کس که خواهد روزی بیشمار می رساند. زکریا همان لحظه به دیدن کرامت مریم به دعا پرداختند. زکریا که به عمر پیری به زمستان عمر خود رسیده و تا حال فرزند نیافته بودند و از این نعمت تا حد ناامید هم گشته بودند، این کرامتی که در مریم دیدند برایشان مؤثر شد و برای دیگر باره خداوند را دعا کردن و فرزند خواستن باعث کرد و خود گفتند: خداوندی که میوه تابستانه را در فصل زمستان به هستی می آورد، البته تواناست که مرا در این عمر پیری باز میوه حیات یعنی فرزند عطا کند. دست دعا بالا کرده گفتند: پروردگارا، از لطف خود برای من فرزند پاکیزه عطا بنما به درستی که تو شنونده دعایی. سپس آنگاه که او در محراب ایستاده نماز می‌گزارید فرشتگان او را ندا کردند: ای زکریا، خداوند تو را به فرزند به نام یحیی مژده می‌دهد. گفت: پروردگارا، چگونه مرا فرزند خواهد بود در حالی که پیری به سراغ من آمده و همسرم نیز نازا است؟ فرشته گفت: کار پروردگار چنین است، هرچی را که بخواهد انجام می‌دهد. لطف و عنایت خدا صورت گرفت و به زکریا علیه السلام یحیی پسر نیکنام و پیامبر عطا گشت. برادران و خواهران گرامی، همیشه به رحمت مولا امید ببندیم و نباید هرگز از دعا دست بکشیم. خداوندی که به مریم و زکریا این کرامت‌ها را عطا کرد، برای هر بنده‌ای که با اخلاص و امید سوی رحمتش دست دعا بردارد، الله تعالی از کرمش خواسته های او را برآورده خواهد کرد.